سنه 1 سپتامبر در سراسر کشور در فضای شکوه ادانه و احساس افتخار از فرارسی بزرگترین جشن تاریخی 25مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سال نو تحصیل آغاز یافت. با این مناسبت به دانشگاه رئیس ولایت سوخت معاون اولی رئیس مجلس ملی و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم عبدالرحمن قادری تشریف آوردند. در چاره‌بینی مذکور همچنین معاون رئیس ولایت نظیر غفاری، رئیس شهر خوجند شریفزاده شریف فیض، سردار ریاستی معارف ولایت کریمزاده آصف قاسمی و دیگران شرکت ورزیدند. نخست مهمانان با نمونه‌های دستاوردهای عالمان و استادان دانشگاه در سمت تشکل اینفراساختور اینواسیونی، تطبیق حکومت الکترونی، تالیفات علمی و متدی و غیرها که عیانی پیشنهاد شده بودند، همچنین نمونه هنرهای مردمی دسترنج دانشجو دختران دانشگاه، گروه‌های ایجادی آشیان مهر و انسامبل رقصی خوشخرام آشنا گردیدند. سپس مهمانان و استادان محصلین پخش مستقیم تلویزیون مرکزی را از اشتراک و سخنرانی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در روز دانش و درس صلح که در دانشگاه دولتی دنقره جریان گرفت تماشا نمودند. بعدا رئیس ولایت محترم عبدالرحمن قادری سخن رانده راجع به نقش و مقام استقلالیت در رشد و تکامل خواجگی خلق مملکت، مخصوصا ساحه علم و معارف، بهداشت کارهای تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تحصیلاتی، مهمترین دستاوردهای دوران استقلالیت و هدفهای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت جهت رشد و تکامل فرهنگ و معنویات، ترغیب و تشویق ارزش‌های مادی و معنوی، احیا و رشد هنرهای ملی مفصل ابراز اندیشه نمودند. معرضه‌های خود در برآمدهای خود در ملاقات با عالمان و ساحه معارفی ولایت تاکید کردند که خود همین تصادفی مرکزی ملی تستی در سطح جمهوری تاجیکستان که در دوران 3 سال آنها تدریس داده است. اما امروز خیلی خرسند شدم که در داخل دانشگاه به این تستی شما جاری کردید که از کورس به کورس گشته بود برای دانشجویان و این کار خیلی خوب است. ما باید همین اقدام خیلی خوبی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بایستیم که بوی از خبر جدا نماییم. در سخنرانی جهت افزون گردانیدن تعداد گیرندگان ادرارپولی رئیس ولایت در دوره‌های تعطیل هرچی بیشتر به استراحتگاه‌ها فرا گرفته شدن دانشجویان فعال و پیشقدم، آموزش هنرهای ملی ابراز نظر کرده شد. رئیس ولایت محترم عبدالرحمن قادری همچنین بابت بلند برداشتن صفت تحصیلات، همقدم بودن مؤسسه تحصیلات عالی کسبی با نوگانی‌های مفید جریان تحصیلات جهانی، اندیشیدن تدبیرها جهت وسعت عمل محفل‌های علمی و فرهنگی بین محصلین و اهل جامعه مهنتی دستور هدایت دادند. 6 نفر استادان محصلین پیشقدم دانشگاه برای دستاوردهای نظررس در ساحه علم و تحصیلات و کارهای تعلیم و تربیت با سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت قدرشناسی گردیدند. همچنین جهت رشد آموزش هنرهای ملی از جانب رئیس ولایت به دانشگاه 2 عدد دستگاه بافندگی تقدیم کرده شد. در این روز اینچنین در دیگر بناهای تعلیمی دانشگاه، فاکولتت‌ها، دانشجویان و استادان سرجمعانه به تماشای مستقیم درس صلح و سخنرانی پیشوای ملت سفربر گردیدند. بعد از تماشای درس صلح اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ما یک جهان تاثیرات زیاد برداشتیم، زیرا در آن همه آن دستاوردهای 25 سال استقلالیت که در ساحه معارف و علم شده گذشته است پوره برای ما گفته شد و ما دانشجویان از این الهام گرفته در آینده کوشش می‌نماییم که همه آن دستاوردهای 25 سال استقلالیت را حفظ نموده بهر باز هم مکمل‌تر گرداندن دانش‌های خویش کوشش بخرج